سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدین. من دارک نایت وایتی هستم بچه. امروز اومدم تو این ویدیو بهتون بهترین اتچمنت اودن رو بهتون بدم بچه‌ها. یعنی هم از فاصله نزدیک هم از فاصله دور یه سطحیه واسه خودش. از فاصله دور این اسنایپ بزن انیمی رو، از فاصله نزدیک هم دیگه نگم واسه با 4 تا تیر انیمی رو بزن با آرمور 200 هم فول باشه. بچه این پشت یه اسنایپر منو دمیج داد. موومنت ها رو که میزدم طرف 2 تا شات زد، تیرش خطا رفت. دقت کنین صدای تیرش هم میاد. آقا من اینجا موندم، جلو من یه اسکواد با ماشین بودن، یه انیمی هم بکم با اسنایپ بود. بعد رفتم اسکواد یه بات اینجا میزنم. بچه این بات رو دقت کن بچه، پینگمو نگاه کنین 80 اینا میگیره. اینجا نگاه کن بچه چه دیلی داره ولی خیلی قویه بچه. اودن کلا قویه، 48 رو تو بدن میزنه. حالا بعد آخر ویدیو هم تست میکنیم با هم دیگه اودنو. آقا اینجا اسنایپر برمی‌دارم که اسنایپر رو ببینم کجاست، ببینم جاشو عوض کرده که نیست. بعد اینجا صدای رد پا میگیرم. اینجا رو اول یک نگاه کن بچه، اینجا الان صدای همون اسنایپر الان اومده اینجا. و اول فکر کردم طرف باته. بعد حالا کلاسمو زدم که این بات نبود. من نزدم پلیر بود و دمیج سگی کرد و ببین چی بازی رو پیچوندم با HP 5 6. آره با HP 6 چقدر بازی رو پیچوندم. آقا اسکوادش الان اومدن دیگه، باید هر جو شده فرار کنم، نمیشه. باز آخرش منو میزنه، نمیتونستم دیگه فایت رو شروع کنم. اینجا که بچه‌ها میرم، خب اینجا بالاخره یارش منو گیر میاره میزنه. نگاه کن آقا، بریم اتچمنت ها رو هم تست کنیم. اتچمنت ها دیگه چیه؟ اتچمنت اودن رو تست کنیم بچه‌ها. آقا اودن واقعا از همه لحاظ عالیه. نگاه کنین با یه خشاب 4 تا انمی رو یه جا بزن، البته بدون میس. اگه نشونه گیرتون خیلی واقعا قوی باشه، روی دیوایس خوب پلی میدین. جا نگاه کنین بچه‌ها، نهایت میسی که هم بخوایم بدین 2 تا انمی رو میتونین با یه خشاب اودن بزنین. نگاه کنین، نگاه کن چقدر سریع خیلی ایزی میکشه. نگاه کنین ایزی، به همین راحتی بچه. اودن کلا قویه. حالا از من به شما نصیحت، تو لوداوتتون یه دونه صدیفتا داشته باشین با یه دونه اودن، تمام. حالا هر اتچمنت دیگه خواستین هم داشته باشین، ولی صدیفتا و اودن تاج تو بازیه، خیلی کمکتون میکنه. آقا اینجا دمیجش رو میخوایم تست کنیم. اول از نزدیک به دستش، یا آره نگاه کن بچه 47 رو کلا میزنه به بالای سینه. حالا پایینم همین 36 تا اینا رو میزنه. به هدم که 72 تا میبینیم میزنه اینا. به دستش هم امتحان میکنیم، بله 48 تا رو میزنه بنازم. حالا 30 متر دورش میکنیم، بعد اون چنان اختلاف دمیجی ما نمیبینیم. الان 45 تا میزنه به بدنش، رو هم بالای قفس سینه‌ش هم همون 48 تا میزنه. کلا اودن رو نگاه کنین، تغییری هم نمیکنه اون چنانی. اینجا اشتباهی به این زدم، نگاه کنین دمیج رو دقت کنین. 36 تا به پا دمیج 36 تا میزنه، اصلا عالی. 43 تا به قفس سینه 43 تا میزنه. 3-4 تا اختلاف داریم. عشق من این اشوه‌گریم بچه‌ها. تا ویدیو بعد مواظب خودتون باشین. پیس اوت.